زنا مرا خواستن مزه میخورترکی میقسم طبیعتا سبحان الله در مقابل نمی چیزا اگر چیدم تو یک خانواده پیدا شده بودیم که اینمو تو فقط تجارت سر دین بوده دم تو یک جای تولد شده بودیم لکن الحمدلله از اول مدام مقابل از این در حالی که نمیفهمیدم لکن هم تو فطرتا بدم میاد مرا صاحب خواستن در بین از خانه تو بیا امی چیزاش رفتن صاحب خمام قرارم تو سیستم این نفر بیچاره فوت کرد سه تا تفلکای خرد 1 ساله و 3 ساله و 5 ساله داره و یک خانم داره دیگه هیچ کس تو کوی نداره همین الماری زیر شکستان از خود کی ماست مادرم هم شیشته الماری زیر که شکستان من دیگه هم قرار سایل دارم کشیدن از الماری ازی همین کل سرمایه ازی یک 30,000 بود والله اعلم که 40,000 بود اما قدر یک بندل پیسه بیچاره در الماری خود مونده بود ایره کشیدن مرا گفتن حالا لیست طبیعیه که روز 2 ازیره میکنیم روز 3 ازیره که 4 سر گوشت و فلانی آخر ما باشن تو مردم اینمی تفلکای یتیم است حق از یتیم است میراث وقتی که در کتابای میراث گفته که وقتی که یک نفر میمره اول از پیسهش تکفین و تجهیزش میشه باز بعد از اون دینه‌هاش ادا میشه باز بعد از اون حقش به کی میرسه کدام وصیت خی نکرده برای عمو چهارمی قسمتش به مورثه‌اش میرسه همین مال از یتیما هست این صاحب زنا شروع کردن که تو چلیگک که تو چلی که توی ملاها چیز نمیگه مولوی ها چیز نمیگه یک خلاصه و کیدانی رو خواندی اینا ما تو صاحب چل حرکت ما شروع کردم ما گفتم این دغه زن خدا ما هم جوان هستم و تو کم تجربه گفتم این مردار خورایی حق یتیم خورا این دغه زن خدا شاید چه دوشه آخر هم مادرم بسیار میفهمه مرگ بچه که چی هست نشتاق هم میکنی نشتاق نمیکنی مردم جاهل است گپایت نمیفهمن یا به این چیز نرسیده برو بچه ناخدا بیاب نکن که نمیگی ما گفتم نشتم برو چل تا فقط تو خط تو یاد داری تو چلی چی هستی که گپ داره قبل آخر باز بعد سر ما یک 16 تا نام چلی و بچه خلاصه خان خلاصه کیدانی خواندی علامتی سر ما تو چی میگن اونمو یا بالاخره اونمو پیسه زد باور به الله بکنین که اونمو یک ماش تیر نشده بود اون چلش پوره نشده بود امی خانمی که پیسه از این مردم پلاو و قورمه خوردن آمد در دفتر پیش ما در دفتر آمد اما تو گریان میکرد که اشتکایم از گشنگی میموره اشتکایم از گشنگی میموره یک 100 روپیه بر ما بدی آخر من کسایی که در دفتر شیشته بودن گریان از کلا گرید باز یک کسی 20 روپیه داشت یک کسی 10 روپیه اینا لگو 30,000 روپیه نگاه میکردن او وقت مای 5,000 که 5 میداشی 5,000 در او وقت کفایت میکرد 3,000 ماش یک مامور بود این حال 30,000 روپیه 10 یعنی 1 سال مصرف از یتیمکان امور صاحب دارم تا روز 3 و چیز اتفاق خورد این حال گفتن چی است این حال اینی مردم ها کس باز دلیلشان چی است نمیگه که مال یتیم تا اگه به مردم بگه که صاحب این خو مال یتیم است ما مال یتیم هم میخوریم و باز دیگه روز نفر اومد میگه استاد من یک سوال دارم تو مال یتیم بخوری مال یتیم دوره اسقاط میکنی اگه کدام تا میلیونر مثل استاد کوثر واره باشه مثلا 10 میلیون مانده بالا پس 1-2 لک باز بگیریم بر مردم توزیع کنین صحیح اول ما توزیع میگم بر خیرت 50,000 شه بر ما توزیع کنه 50,000 شه بگو باز 1.5 میلیون بر ما کاش که توزیع کنه تو خود نمیکنن اینا حالا صاحب او چی هست بچه‌ها که جوان آمدن میگه استاد صحیح نه ما وقتی ما گم میذاریم از درد اگه نه پیسه ما هم خوش دارم که از بالا یک 5 سدی بده 5 سدی بگیریم برم صاحب یک دانه مرغ در رادیو میرفتم در خانه ما رادیوی مرغ میگفتن خب در رادیو ما میرفتم بازو هر وقت که یک برنامه ثبت میکردی باز یک 5 سدی یک پاکت برات میمون باز کمی زنگ میزد باز ما از اون طرف که میامدم در مرغ فروشی بود یک دانه مرغای کلان میخریدم میاردم خانه باز که زنگ میامد که مرا رادیو دختره که خورد مرچ میگه پدرم رادیوی مرغ است رادیوی مرغ است برو یا رفتم میگه اینال پیسه هر کس خوشش میگه مثلا یک 500 یک هزاری بگیرید توری بگید در جیبت پرت و برو مثلا میوه و ترا بخور لکن آنچه که در آخرت جواب گفتن است به خاطر مسئولیت آخرت بچهای جوان آمد من میگه استاد یک سوال دارم چی سوال داری بچه خانم ما خود جامعه هستیم کده چی بس گفت پدرم فوت کرد یک 3-4 ماه پیش گفت کاکای محمد صاحب خدا پیش کرد ما چند تا یتیما نمیفهمیدیم مادرمان بیوه گفتم تا ایران مانده بودیم گفت کاکای محمد صاحب که روز 2 را بکو که روز 3 را بکو که شب جمعه را بکو که 200 نفر خبر کو 300 نفر خبر کن میگه مادرم گفت که بچه البته بیادرش است دیگه بیادر برای بیادر خود میکنن دیگه ما چیز نگفتیم آل گفت که 3-4 ماه تیر شده ما یک 3 بسوا از پدر ما یک 4 بسوا زمین مانده آل میگه اون من میفروشم قرضای من میگیرم آل روز 2 و اسقاط و شب جمعه و کلا گیدن از اون یتیمکا 4 بسوا زمین گفت ما داریم دیگه چیز نداریم حاضر چطور کنیم
میره چطور کنیم؟ خب بی غضب الله بالای از این نازل نمیشه که بخیسه بر مردم که الله کارت روان کو پورا بخوای این حال تا 4 بس زمین از اون میفروشه. این مثلا 2 لک روز اول مصرف کرده، 2 لک 3 لک روز دو مصرف کرده، شب و جمعه مصرف کرده، دیگه شب و جمعه 4 شب و جمعه باز روز 40 مصرف کرده، 60 70 هزار. خب مقصد خدا تا آخر 40 هزار که پوره شده این تقریبا 8 9 لک روپیه مصرف کرده. عالم زمینه که از 10 لک بفروشه 1 لکش بر از یا میته 9 لک روپیه میگیره یا قرار در میدان بشینه. این دین میگه کسی که ای که گپار ای روز 2 روز 3 و شب و جمعه و 40 به دین نسبت میته بزرگترین خیانت به دین مقدس اسلام است. یگانه که میگه والا حمزه رضی الله عنه شهید شد، روز 2 شکی گرفت، شب جمعه شکی گرفت، در حالی که در بین صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم تو اصحاب وجود داشتن که کل زندگی خود به رسول الله صلی الله علیه و سلم قربان میکردن. نمیشد که عثمان ابن عفان رضی الله عنه میتونه جیش الاسرا را بسته یک لشکر مصرف شه بتن، نمیگه که رسول الله روز 2 شب میکنم. عبدالرحمن ابن عوف میگه روز 2 شب روز 3 شب میکنم، دیگه صحابی میامد میگه روز شب جمعه شب میکنم. میفهمیدن که چیزها در دین نیست. وقتی که جنازه دفن شد خلاص السلام علیکم میخیزن میره.